نقش سرمایه اجتماعی در تکوین جامعه مدنی در آذربایجان جنوبی. سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که امروزه در مقالات و گفتگوهای علمی کاربرد زیادی دارد. اما سرمایه اجتماعی چیست و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ سرمایه اجتماعی در بردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک جامعه شامل دولت، سازمان‌ها و گروه‌های مردمی است. سرمایه اجتماعی از راه افزایش مشارکت مدنی در فعالیت‌های اجتماعی تقویت می‌شود. همچنین سرمایه اجتماعی یکی از الزامات گذار به دموکراسی از طریق تغییر بافت جامعه توده‌ای به جامعه مدنی است، چرا که باعث تمرین دموکراسی از طریق کار جمعی برای نیل به هدفی مشترک می‌شود. رژیم‌های تمامیت‌خواه به دنبال تضعیف تشکل‌ها و در نتیجه جلوگیری از رشد سرمایه اجتماعی هستند، چرا که یکی از مهمترین ابزارهای لازم برای بقای این گونه رژیم‌ها عدم رهایی مردم از جامعه توده‌ای و پوپولیسم است. به همین دلیل متاسفانه آمار دقیق و رسمی در خصوص تعداد سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارد. اما می‌توان با استناد به مطالعات انجام شده در این زمینه و تجربیات موجود، بافت اجتماعی در جغرافیای ایران را بیشتر توده‌ای دانست تا مدنی. اما تفاوت جامعه مدنی و جامعه توده‌ای چیست؟ جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن میزان سرمایه اجتماعی بالا بوده و بستر لازم برای گذار به دموکراسی وجود دارد. در مقابل در جوامع توده‌ای میزان مشارکت مدنی و فعالیت‌های جمعی پایین بوده و در واقع با یک جامعه‌ای روبرو هستیم که حاکمیت و یا اپوزیسیون فارس می توانند از طریق گفتمان پوپولیستی مردمان آن جامعه را از مسیر گذار به دموکراسی منحرف کنند. لذا برای گذار به جامعه دموکراتیک باید سرمایه اجتماعی تقویت شود. درست است که ساقط کردن یک رژیم تمامیت‌خواه شرط لازم برای تحقق اهداف و خواست‌های اجتماعی در آذربایجان جنوبی است، اما الزاماً شرط کافی نیست. شرط کافی برای گذار به یک جامعه دموکراتیک تقویت پایه‌های اعتماد مردمی به تشکل‌های سیاسی و مدنی آذربایجان جنوبی است که این مسیر از راه تقویت مشارکت اجتماعی در نهادهای غیردولتی می‌گذرد. البته باید در نظر داشت که در شرایط کنونی با وجود یک رژیم ایدئولوژیک و اقتدارگرا نمی‌توان به شکل رسمی و قانونی به اندازه کفایت نسبت به تأسیس انجمن‌های مردم نهاد اقدام کرد و لازم است تا این تشکل‌ها به شکل غیر رسمی و خارج از کنترل حاکمیت تأسیس شوند. شاید بتوان ادعا کرد که آذربایجان جنوبی از ظرفیت بیشتری نسبت به سایر مناطق جغرافیایی ایران و حتی خاورمیانه برخوردار است، چرا که به قول فوکویاما سرمایه اجتماعی در جایی یافت شده و به سهولت توسعه می‌یابد که سنت‌های آن جامعه در تاریخ آن ملت ریشه داشته باشد. از سوی دیگر تاریخ آذربایجان جنوبی نشان می‌دهد که شهرهای آذربایجان جنوبی همواره مبدأ تحولات سیاسی در منطقه بودند. انتخاب شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی به عنوان پایتخت و یا ولیعهدنشین و همچنین تحولات و انقلاب‌های انجام شده، همچون انقلاب مشروطه، نشان از سابقه تاریخی فعالیت‌های سیاسی و گستردگی شبکه‌های اجتماعی در این خطه دارد. بنابراین توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند با توجه به پیش‌زمینه‌های تاریخی و فرهنگی موجود در آذربایجان جنوبی راحت‌تر صورت گیرد. این پتانسیلی گرانبهاست که بسیاری از ملت‌ها از آن محروم هستند و باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده شود. اگر نخبگان آذربایجان جنوبی نتوانند سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، اپوزیسیون فارس می‌تواند با عوام فریبی مانع گذار به دموکراسی در آذربایجان جنوبی شود. منظور از انجمن‌های غیردولتی الزاماً تشکل‌های با سازماندهی بالا و یا با تعداد اعضای بالا نیست، بلکه می‌توان با تشکیل و یا عضویت در گروه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، خیریه، آموزشی و هنری به این مهم دست یافت. این تشکل‌های کوچک و بزرگ در بزنگاه‌های تاریخی می‌توانند نقش مهمی داشته و تبدیل به قدرتی ارزشمند خواهند شد که تحولات سیاسی آینده را متأثر خواهند کرد. همچنین ورزشکاران، هنرمندان و به طور کلی افراد مشهور در آذربایجان جنوبی پتانسیل بزرگی در بسیج مردمی داشته و می توانند
در مقاطع حساس تاریخی در آینده نقش مهمی ایفا کنند. بنابراین آگاهسازی این قشر از مردم بسیار مفید بوده و به تعمیق و گسترش مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی در آذربایجان جنوبی کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس آموزه‌های روانشناسی اجتماعی، افرادی که به شکل داوطلبانه در انجمن‌ها فعالیت دارند، برای فعالیت در تشکل‌های سیاسی و نقش‌آفرینی در تحولات سیاسی مستعدتر هستند. لذا تشکل‌های سیاسی در آذربایجان جنوبی می‌توانند با تقویت انجمن‌های اجتماعی و جذب حداکثری به تقویت تاثیرگذاری سیاسی خود در جامعه آذربایجان جنوبی امیدوار باشند. همچنین انجمن‌ها می‌توانند با انتشار اطلاعات و آگاهسازی به تقویت جریان اعتراضی کمک کنند. ذکر این نقطه ضروری است که سازمان‌های مردم نهاد برای حل و فصل یک معضل در اجتماع به وجود آمدند و لذا از جایگاه ارزشی بالایی در جامعه برخوردار هستند و اعتماد آحاد جامعه به این سازمان‌ها و نهادها می‌تواند موجب محبوبیت گرایش سیاسی آن نهاد میان مردم شود.